سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتان خوب باشه. خوش آمدید به ویدیو دیگه از کانال تعمیر در خانه. در ویدیو امروز می‌خوایم قلفای در عقب گلف 5 پلوس یا گلف پلوس عوض کنیم و برای از این مدل ماشین خیلی یک مشکل عادیه که درای عقبش قلفش خراب میشه. البته که در عقب قلف نمیشه دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. میتونه مثلا فیوزش قطع شده باشه، سوخته باشه، و یا اینکه اینجا رو میبینین سیمش این رو باز کنی از این ور باز میشه، سیمش رو نگاه کنید سیمش قطع میشه. اینا این هم یک مشکل خیلی عادیه برای اکثر ماشین ها، ولی برای از این ماشین بیشتر اتفاق میافته. ولی الان برای از این ماشین هم فیوزش رو چک کردیم سالمه و هم که سیم سالمه. نیا کنین یکی مشکل از اینکه بفهمین قلف خرابه یا سیم یا مثلا یا فیوزش. نیا کن گوش کن شما اینجا رو، صدا میاد اینجا، یعنی شما میشنین که برق اینجا وصله، فقط خود قلف خرابه که قلف نمیکنه. نیا کن این فقط صدا میاد. بعد این رو میخوام عوض کنیم. عوض کردن از برعکس اکثر ماشین‌ها، چون اکثر ماشین‌ها برای از اینکه قلف عوض کنه این قاب داخلی رو باز میکنین. قلف مثلا این قسمته که این رو باز کنی پلاستیکه و خود قلف هم اینجا باز میکنه، ولی برای از این برعکسه. ولی دور تا دورش پیچه، این پیچه همه باید باز شود. دور داخل از این هم پیچه زیر پلاستیک و همچنین قسمت همه این پیچه باید باز شود و دو تا از این پیچه پلاستیکی هم داره، اینا باید باز شود. یکی میبره و دو تا دیگه میباشن، سه تا. و پیجا شبیه هم هست همشان بجز این دوتا، بجز دوتا پیج اینجا داره، این دوتا متفاوته. و شاید بگین چرا زیر خرک گذاشته. خرک به خاطر از گذاشته این قسمت زنگ زده و قسمت باید آهنش کلا عوض بشه. و برای از اینکه باز کنیم با پیچ هم میتونی، ولی اگه میخوای رنگش نپره با چیز پلاستیکی این گیرشه، قاب پلاستیکیشه و میگه که دور تا دور پیچه، همه پیچا شبیه همه بجز یکی فرق میکنه و یک دونه همچی پیجی باید اون ور داشته باشه که فرق میکنه. اگه بخوای که پیجا بگه اشتباه نشه رو کارتون بزرگتر، ببین در به این حالته، مثلا پیج اینجا به ترتیب سوراخ میکنه، پیج یک، پیج دو، پیج سه، هر کدام داخل سوراخ همینجا میذاریم که بعدا از همینجا میگیره دوباره بستش میکنه و این پیجا قشنگ به ترتیب همینجوری. ولی نیاز به این نیست، چون فقط یک دانه پیجش فرق میکنه، یک اون ور داره و هم معمولا فرق میکنه دیگه. پیج پلاستیکیش هم که میدونین جاش کجاست دیگه، چیز خاصی نداره. این قلف نوش هستن و وقتی که قلفه رو بشتغل میکنین چپ و راست باید توجه کنین که کدوم مال چپ و کدوم مال سمت راست، به خاطر که برعکس وقتی بیارین که نمیخواد مسلما چیز اینجا میذاریم که موقع بسش دست رو نگیره. ستاره تی سیه پیجار فقط شلش میکنیم، البته شل هست. همچنین این از قسمت این سوراخ بالایی دستگیره رو باید باز کنین، دستگیره باید باز شود تا بتونین این رو باز کنین، یعنی قاب در بیارین. چراغ بندازه عشان معلومه.
این سوراخ بالایی میشه قشنگ نور انداخت و پایین راحت میبینیش. و یک برای هنگام بستنش یک نکته داره که باید به او توجه کنی وگرنه که دستگیره دوباره جا نمیخوره. تو رو وقت بستن براتون میدونم که مشکل کجای به قول گفتن یا به کجا باید تو توجه کنین تا راحت بتونین بعد دستگیره رو کشیده نگر میدارین قلف در میاد. او یک حلقه هست دور اینا میافته، یک حالت رینگه. بعد خود از این اینجا سیم داره، سیمی دستگیره، سیمی دستگیره رو با پیچ کشی میکشیم اون. خب دیگه الان آزاد شد. بعد وقت دستگیره رو سمت بیرون بکشی از اینجا خطا میخوره، باز میشه. بعد میبرش خیلی راحت در. و همچنین یک پیج اینجا داره، این پیج هم باید باز شه. هم دقیقا پیج اندازه همون یکی دیگه یک پیج داخلیه. الان وقت همه اینا باز شد نوبت میرسه به پیجای بالا. تفاوت دو تا پیج اینجوریه، یکیش واشر بزرگتر داره، یکی واشر کوچیکتر و همچنین میبینی اندازه فرق نه، به ظاهر خیلی کم تفاوت داره ولی در کل فقط واشراش فرق نه که یک خود کوتاه‌تره و یک خود بلندتره، همین تفاوت دیگه ای نداره. ما خودم یک دانه پیجی طرف سمت جلو باز میذارم و بسته نگه میدارم، ما بقیه همه رو باز می‌کنم که یک موقع قاب نیفته رو زمین. وقتی همه رو باز کنیم آخر سر داره ولی شلش میکنیم. و چیزی که یادم رفت براتون میگم، پیجای پایینم فرق میکنه، یعنی پیجای پایینم همش مثل ازیه، پیجی بالا از همه بالا باز کردیم کپی ازیه هست. ببین یک دانه پیجش فرقونه و این پیج از این طرف اولی بلنده و از سمت داخل پیج اولی نه پیج دومی بلنده، یعنی واشر نازک داره. بخاطر هم اگر میخوای اشتباه نشه رو کارتون نوشته کنین راحت ترین نقاشیشو بکشین و هر پیج هم سر جای خودش بذارین.
یک دونه پیچ دقیقا پشت سیمه. ببینید یک دونه پلاستیکیه و یک دونه هم پیچ آهنی. پیچ‌های پلاستیکش میتونیم با یه قلابک در بیاریم چون آچار جایی ندارم. اول پیچ در میاریم بعدم خود پلاستیکشو میرم همینطور. خب این ورا همه خلاص شد. میریم سر از این پیچ آخری که شل گذاشته بودیم ولی همچنان باید نگه داریم که یک موقع نیفته ورق. در جلو رو باز میکنیم چون این قسمتی آخرش اینجا گیره. این ورق قاب خودش فایره میتونیم مثلا روی کارتون جایی بذاری، مثلا داخل خود ماشین میذارم که امن‌تره نه چیزی رویش میفته و نه که کثیف میشه که رنگش بپره. منظورم این بخوای باز کنی خود از زیره می‌بینی یک کش داره اینجا، یک کش رو بکشی راحت در میاد. دستانایم با یک دست دوربین باید بگیرم. این جا انداختن همینطوری دو تا چی داره، خار داره اینجا و یکم اینور اینا میفته داخل از شیارا. الان قلف خودشو پیجاشو باز میکنه. این 3 تا پیج داره، یک اینجا یک اینجا، 2 تا پیج میبخش. پیجا خیلی شل بوده نه پیجای قلف، معمولا اینا سفت دسته خیلی. و اگر سفت بود با چکش چند تا ضربه آرام روش میزنیم تا جرمی که داره ول کنه خدا راحت میتونه بازش کنه. اگر رد کنه چون این خاره خیلی کوچیک داره یعنی بعد نمیتونه به راحتی درش بیاره. پیجاشو باز کنیم چون نشد میتونه راحت. و خود از این بخواد در بیاری صاف در نمیشه چون اینجا یک قلابک داره روش آویزان هسته. یک کمی کش سمت بالا بعد کش کنیم در بیاری. سیمشو در میاریم. و خود سیم رو بچرخونیم و در میاریم. و الان این قاب ازر در میاریم. قاب ازر میمینم اینجا خار داره، اینا رو باید
و همچنین یکی رو باید باز کنین. میکشتم جلو. یه قسمت جا داره. خب یه هم قلف نوش هستن. مقایسهش میکنی ببینید که اما هست یا نه. خودشون. خب بعد یکیش سرجاش میندازیم. بعد دیگه سرجاش بسته میکنیم و اگه خواستی میتونه کم جا گریس بزنین و اگه نخواستیم که هیچی، ولی ما رو میزنیم به خاطر که درست کار کنه. خب همچنین خود دهنه قفله. اول پشت میندازیم بهتره، بعدا اونجا اذیت میکنن. اینجا میفته. توپک بیشتری ندارم. خب سیمشو بندازیم. خب الان با کلید قلفش میکنم. میبینی؟ باز نمیشه. خب یک پنیرش میکنیم بازم هر چقدر شد
دستگیرش میندازیم. همونطور که گفتیم دو تا از خارا داره که یکی پایین میفته یکی بالا. سینت میکنم. بعد کش رو میندازیم سر جایشه نریفته. و یک چیز دیگه که باید توجه کنیم وقتی قلف رو انداختیم این پیج تا آخر باز میکنیم. این پیج که میبینی خارا اینا پشت چی میافته؟ اینا میفته پشت از این که این نگر داره اینجوری. به خاطر همون وقت اگر نباشه بندازیم جا نمیخوره این. حالا میندازیم سر جایشه. یک دانه پیج اینجا میندازیم. اولی نه دومی، چون که اولی دوباره اون پیج خودش میخواد یا میتونم اولی رو بندازیم. به هر حال خب دو تا پیج بسته کردم. چون همه پیجا رو بسته میکنیم وقتی ما قلف جا میندازی او چی باز باید شود، چون که فاصلش چی هست یا زیاد باز میکنیم میافته اینا. برای من اتفاق افتاد، به خاطر امازون نیاز نیه که همه پیجا رو اول بسته کنی باز دوباره او بیفته دوباره بازش کنی. به خاطر از او برو آخر سر پیجا رو همه رو میندازیم سفتش میکنیم. خب اول رو میندازیم دستگیره رو پیج خوب سفتش میکنیم که بعدا نمیشه که اگر دستگیره بندازیم نمیتونیم دوباره بازش کنیم یا سفتش کنیم. فشار قشنگ محکم شد. و یکی دیگه میرم دوباره دستگیره رو پشته نگر میداریم. خب
الان بقیه پیجاشو بسته میکنیم. یه دونه از پیجایی که اول بالا فرق میکرد بسته میکنیم یادمون نره، این قاطی نشه واسه پیشمون. مهرم یک از پیجایش فرق میکرد، پیج دومیه پیجای زیرش هم میدازیم. اول این پیجا رو با دست بسته میکنیم، بعد با آچار سفتش میکنیم. پشه پلاستیکش هم میندازیم سرجاش دیگه. قلف اونوریش هم باید عوض کنیم، با هم خراب هستم و همچنین که پایین زنگ زدگی رو جک بالا کردیم، رو خرک گذاشتم با من کافیه. تمام شد، کار دیگه نداره. و اگه یک موقع مثلا قلف نامیزان بود، چون یه خورده جای بازی داره، اینا پیجا کم شل میکنین، قلف کم تکان میدین، میبینین که اینجا چجوری جا میخوره. اگه وقت باز بسته کردن صدا میاد، یعنی گیر داره نداره اینا، البته برای ما که مشکل نداره، ولی در کل پیش میام که ناتنظیم باشه و تنظیمش کنین و کار خاص دیگه ای هم نداره. نکن و روی خرک هم که بالا کنیم میبینی اینجا چقدر زنگ زدگی داره، اینا همه باید برش بخوره انقدر. حالا بتونه و زنگمنگا رو تمیز میکنه، ببینیم که چقدر آهن نیاز داره، ما اندازه آهن برش میدیم و رو جوش میدیم. و این بود از ویدیو امروز ما. اگر ویدیو قابل پسندتان بود، ویدیو لایک کنین، با دوستانتان شریک سازید و اگر هنوز عضو کانال نشه، کانال سابسکرایب کنین و دکمه زنگوله بغلش هم بزنید تا ویدیو بعدی ما را از دست ندین. موفق و پیروز باشین. خدایا رو نگهدارتان.